سلام، حال شما چطوره؟ خوبین؟ من الهام و خیلی خوش اومدین به این ویدیوی کانال یوتیوب من. بچه امروز که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم دقیقاً 3 روز دیگه مونده تا پایان سال 1403 و شروع سال جدید. اینم سفره 7 سین منه که با یه عالم ذوق و سلیقه چیدمش، تزیینش کردم و یه عالم آرزوی خوب پشت هر کدوم از این سین ها برای خودم در نظر گرفتم. امیدوارم که امسال برای هممون سالی پر از سلامتی باشه، پر از احساس شادی و لذت و آرامش در کنار خانواده و همه عزیزانمون، پر از امید، پر از عشق، پر از دلخوشی، پر از معجزه، پر از احساس شیرین آزادی، پر از امنیت، پر از رزق و روزی و برکت، پر از واقعی شدن همه آرزوهامون و پر از عاقبت به خیری برای تک تکمون. امسال برای من یه سال خیلی عجیب و غریب بود. یه سالی بود که خودم رو بعد از سالیان خیلی طولانی از نقطه امنی که داشتم خارج کردم. ریسک کردم. یه ریسک خیلی خیلی بزرگ. شاید خیلی اگر جای من بودن این کار رو انجام نمیدادن. اما من به یه تغییر اساسی و بنیادی توی زندگی خودم خیلی نیاز داشتم. برای همینم یه قدم خیلی بزرگ به سمت رویاهای خودم برداشتم. نمیدونم تهش چی میشه. اما تلاش خودم رو میکنم، براش برنامه ریزی میکنم، هدفامو دقیق تر میچینم و توی این زمینه هم کمک میگیرم از هر کسی یا هر چیزی که بتونه بهم کمک بکنه. مثل کتاب خوندن، مثل نوشتن. یکی از علاقه‌مندی‌های من این بود که مینوشتم. هر زمانی که وقتم آزاد بود مینوشتم. هدفامو، برنامه‌هامو، شکرگزاریامو و میخوندم. تا جایی که میشد میخوندم. حالا نه اینکه خیلی آدم کتابخونی نه اصلا. اما همیشه دوست داشتم عادت کتاب خوندن رو به زندگی روزمره خودم وارد بکنم. تا اونجایی که یادم میاد کتاب عقاید یک دلقک و ملت عشق و سر کار توی اوقات فراغتم خوندم و تمومشون کردم. توی این 2-3 ماهه اخیرم 100 سال تنهایی رو خوندم و تموم کردم و بلافاصله برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال رو، چون از قبلش من ژورنال می‌کردم. اما عقیده‌ای که دارم اینه که ژورنال کردن برای هر کسی مختص به خودشه. یکی فقط تصویری ژورنال میکنه، یکی نوشتاری ژورنال میکنه، یکی تلفیقی از همه این دوتا با هم دیگه است. من تا الان فقط داشتم تصویری ژورنال میکردم. اونم همه آرزوهامو، هدفامو یا حس و حال اون روزم رو ژورنال میکردم. توی همه اینا مشخصه واقعا ژورنالام، یعنی حس و حالشون به نظرم خیلی هر کسی نگاهشون بکنه متوجه میشه که چجوری بود. اما کلاً ژورنال کردن برای اینه که بتونی از روزت درست‌تر و دقیق‌تر استفاده بکنی، از اون تایمی که در اختیار داری، بتونی زودتر و بهتر به هدفات برسی، برنامه‌ریزی‌هات بهتر بشه. و فکر می‌کنم که این کتاب خیلی بتونه کمکم بکنه که بتونم به روش صحیح ژورنال کردن رو یاد بگیرم، تلفیقش رو بکنم با هم دیگه، انگیزم بیشتر بشه برای انجام دادن کارم در طول روز و خیلی چیزای خوب دیگه. این اولین دفتریه که ژورنال درست کردن رو باهاش شروع کردم. دوستم برام درستش کرده و خیلی خیلی دوستش دارم. الان همه اونا رو با هم دیگه میبینیم. اینا ژورنال‌های تصویریه که من تا الان درست کردم. فقط تنها مشکلی که وجود داره دیگه کاملا مشهوده دیگه. بعد از چند روز که گذشت دیدم برگه‌هاش یکی یکی داره جدا میشه و برای همین مجبور شدم که ژورنال کردن رو توی این دوباره شروع کردم.
و بچه واقعا این کار خیلی بهتون آرامش میده، حالتون رو بهتر میکنه. تمام شلوغی‌های ذهنتون رو میتونین اینجا خالی بکنین. میتونه در قالب هدفاتون، آرزوهاتون، رویاهایی که دارین یا حتی حس و حال اون روزتون باشه. من که همه اینا با هم دیگه برام اتفاق افتاده. علاوه بر ژورنال کردنم یه چیز دیگه که خیلی بهم آرامش میده و حالمو بهتر میکنه شکرگزاری کردنه. من از سال 99 دارم شکرگزاریامو به صورت نوشتاری مینویسم و با این دفتر شروع کردم که خیلی دفتر کوچولویه. هرچی بیشتر گذشت شکرگزاریام کاملتر شد، دقیقتر شد، بهتر شد تا اینکه این دفتر آخرین دفتریه که دارم شکرگزاریامو توش انجام میدم. و از نظر من شکرگزاری با بقیه چیزایی که تا الان توی ویدیوهای مختلف دیدم یه کوچولو متفاوته. اونم چرا؟ به خاطر اینکه توی چند سال اخیر من خیلی دنبال کردم ویدیوهایی که مخصوص شکرگزاری کردن، جذب آرزوهاست، اینکه بتونی تجسم بکنی اون رویای خودتو، آرزوی خودتو برای که زودتر بهش برسی. قانون 17 ثانیه، 67 ثانیه، همه اینا هم خودم انجامشون دادم و تجربهشون کردم. و اینکه معمولا میگم برای شکرگزاری کردن روزانه زمانی که از خواب بیدار میشین باید 5 تا 10 تا دلیلی که به خاطرشون از خدا ممنونی اونا رو بنویسید توی ابتدای روزه. و من بارها و بارها این کار رو انجام دادم. اما شکرگزاریای من یه جور دیگه متفاوته که چون زمان خیلی زیادی میبره معمولا در طول ماه 2-3 بار انجامشون میدم. یعنی اینجوری نیست که هر روز به این روش و به این شیوه بخوام شکرگزاری انجام بدم. احتمالا توی این 2-3 ساله اخیر خیلی ویدیو شاید دیده باشین در خصوص جذب آرزوها، اینکه تجسم کنین آرزوهاتون رو و توی زمان حال خودتون رو ببینین. یعنی احساس کنین که به اون آرزو رسیدین و دارین زندگیش میکنین. مثلا اگر از خدا یه خونه میخواین باید مجسم کنین و اون تجسم خودتون رو در زمان حال به صورت نوشتاری بنویسین و یه جوری تجسم کنین با حس و حال واقعی که مثلا الان توی آشپزخونه این دارین غذا درست میکنین، دارین شیرینی درست میکنین و حس و حال واقعیتون با ذکر جزئیات، این که مثلا خونتون آپارتمانیه یا ویلاییه، مدرن یا قدیمیه، چه رنگیه، بزرگه یا کوچیکه، با چه دکوراسیونی، با چه تزییناتی، آشپزخونه‌اش چه شکلیه، اتاق خوابش چه شکلیه. همه اینها رو باید با ذکر جزئیات بنویسید. شکرگزاری کردن منم این شکلیه. یعنی به نظر من اون حس و حالی که پشت اون نعمت و موهبت است خیلی ارزش داره. مثلا اگر من به خاطر شغلم یا منبع درآمد خوبم از خدا ممنونم باید بنویسم، چرا ایش رو باید بنویسم. شغل، درآمد، اینا یه چیز خیلی کلیه. درسته که آره به واسطه این پول خیلی چیزها وارد زندگی آدم میشه، اما نوشتنش به نظر من خیلی مهمه. مثلا اینکه امنیت مالی برات میاره، هر چیزی که دوست داری میتونی بخری، باهاش بری سفر، آرامش رو وارد زندگیت میکنه، آسایش رو وارد زندگیت میکنه، میتونی به فقرا کمک بکنی، میتونی خانوادت رو تامین بکنی، میتونی دیگران رو شاد بکنی، دعوتشون کنی به شام، به نهار، به صبحونه، به هر چیزی برشون هدیه بخری، با مناسبت، بی مناسبت. و به نظر من حس و حال پشت اون اسکناس هست یا اون پولی که به حسابت واریز میشه اونه که مهمه برای خدا. به نظر من باید اینها نوشته بشن. یکی از خلاقیت‌هایی که من توی شیوه شکرگزاری کردنم به کار بردم این بود که از ترانه‌های تئاتر پینوکیو استفاده کردم. اونم چجوری؟ اینجوری که یک مصرع یا یک بیت از ترانه‌های یک شخصیت و کاراکتر رو در کنار یک مصرع یا یک بیت از شخصیت دیگه قرار دادم تا به اون معنی و مفهومی از جهان هستی و ما آدم‌هایی که داریم روی این کره زمین زندگی می‌کنیم و خدا که توی ذهن خودم ساخته بودم برسم و همین کارو کردم. حالا بریم با هم دیگه ویدیوشو ببینیم و برگردیم که به نظرم حداقل ارزش یک بار دیدن رو داره.
سرزمین از نیست. آخرین شانس تو در مرحله فینال. یه زندگی ایدال شبیه به کارت‌پستال با صحنه‌های جذاب موزیکال. به وجود آورد قلبت حس خوبی رو درونم، من تو لحظه های آخر های آرزو میمونم، توی این مسیر سختی که پیش روی تو بوده، قلب تو تو هرچی چالش پیش اومد برنده بوده. کافی صندوق چیزیه به دادم خاک برش بهش آب بدی و به آرزو سلام کنی. عشق خاله هم تو میبین که منو به کل عوض کرد، منو تبدیل به یه آدم با تن و روح خودم کرد. شاید خودش نمونی بریم باور حقیقی تجلبی برای عشق حقیقی جهانی جون سازی از درون با تشبیهات توی زندگی همیشه اینجوری خوب می‌دهانی. همه کسایی که به وجود خدا اعتقاد دارن فکر میکنن که با دیدن این ویدیو باهاش ارتباط برقرار کردن، فهمیدنش و درکش کردن. حالا ممکنه تحلیلای هر شخصی با شخص دیگه‌ای متفاوت باشه، که حتی با تحلیلایی که من کردم متفاوت باشه. در نهایت خیلی ممنونم از اینکه ویدیوی من رو دیدین و امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون و بدونین که انرژی خوب شما انرژی منو چندین برابر میکنه و من به حمایت‌های شما نیاز دارم. پس حتما کانالم رو سابسکرایب کنید، ویدیوم رو لایک کنید و برام کامنت بذارید. ممنونم از همه شما. بای بای.